و مکتب ما همین تعیین شده است. الو. علی یکی آقله چی شد؟ یکون چیز فهمیدی؟ چطور که تخمین کرده بودم. نپرس، میترسم که بسرم یگان بلا نآورد. یگان چاره میبینیم، از مکتب پیش میکنیم یا خودش برآمده میرود. مالا شکیف جان، تمام، بگاه میآیم، در سر می صحبت میکنیم. مالش مرحمت مدیر، قهوه تا چون هر وقته، کم شکر و سرخ. سلامت باش نجیب خانم. چی شد؟ برای چی زیخ شده جانکم؟ الیک آمد؟ بخشش پدر، دیر کردم. نمیفهمی که دخترم تو بگوی پرونده باید همش حل شود. تشویش نکشید، همش رو حل میکنم. همش رو حل میکرده است. چخیل حل میکرده باشد؟ رفیق مدیر، من با میدان مخش میروم، شما هم میآیید؟ البته میآیم. تیم ما اولین بار به فینال برآمد. نصیب باشد چمپیون شویم، کوبک را از دست رئیس بگیرم. این کم است مگر؟ بچه ها بد بازی نمیکنن، البته تیم رقیب قوت‌تر است، از تقدیر وابسته است. میبینیم کنی بچه ها چی کار میکنن. رفتیم. خوب شده است. تنفس بچه ها. آفرین. در بازی هم همین خیل بازی کنی شخصی تاریخی میشه. وای من نکن. از کجا من شخص تاریخی میشم؟ عجایب بازیدی. نغز بود. به حق نغز. سلامت باش. مرا مونیدو مسئله در خانه کورس تایر را چیکار کردی؟ والله پدری من نیت ندارد. هر دومون یک جا هیچ روان نمیکند. پول را بهوده صرف میکنی میگوید. برای درس ورزش شدم من 2 بار صرف کردم. پدری من هم پول ندارد. ما از اول بای دادیم. اکا با کورس رویم چی میشود؟ امتحان را میگذاریم مگر؟ نه، ما کجا یا قهرمانی کجا؟ اوف، این قدر بد فکرت شما؟ بد فکری نه، حقیقت همین است. اوف، من چند بار گفتم که حیات و امتحان به دست نمی آید. ارتیست ها رو بینید 2 صحنه به نوار میگیرن، پول دنیا به دست میارن. میدونی چی؟ این هفته یک معلمی نو می آمد است. چیل تاش هم بیاید از این مکتب هیچ چیز نمی براید. معلمی عثمان به قفا نگاه نکرده گریخته بود. به یاد نداری؟ مدیر انیق معلمی نو رو به خودش مانند میکنه. اوف، مانند نکند هم میشود. همه‌شان یک خیر. درس دور کنید بچه‌ها، با عقل شوید بچه‌ها، قاعده ها رو رعایت کنید بچه‌ها، نکنید بچه‌ها. دیگر هیچ چیز نمیدونم. فرقش نیست جوانی و پیر. کاش که یگان کشلو باشد. بله. من چی گفتم؟ وای چی میکوبه در اینجا؟ حسن و امری مایلشو وایش کی باشد؟ نامش برق. تو از کجا میدونی؟ رفیق دوره کودکیم. چک کارت کردیتی من امروز او رو به محاسبات برو پرداخت کن. بعد از برآمدن میبرم. باز نپردازی ها؟ جزایت رو میبینی. با چیکار آمده باشم؟ تو چی با این کنیزی میکنی ها؟ پسر رئیس پدرم است. چی کار کنم؟ تیم مراد یگان شخص ندارد. بازی رو از حاضر بریدگی هم. آن دختر کی است با مراد گپ میزند؟ انیق نمیدونم اما در بینشون چی گپی است. شد رفتیم. باز چی میخوایی؟ بازی رو میخواهم. چی؟ گپم رو شنیدی؟ بازی رو میخواهم. تو میفروشی بازی رو. نمیشود. خوابت رو با آب گود.
همین خیل میکنی. اینجا بسیار دلگیر کننده است ها؟ با تو بر اینها گپ نمیزنم. با نزدیکی گپ میزنی. بچه ها در وقتی بازی جدی باشه. تو ایستا مراد رو تماشا کن. ما کمتر کار داریم. فهمو دوستان. خرید کردن در کار. پول قرضی یخدان رو جدا کن. پگاه آخران روز باز فایز نبندم. جدا کردم. پول فقط به قرض ها می رود. به نزدیکی اختصار کارگران می شده است که انشالله مرا اختصار نمی کنند. خدا نشان ندهد این چی گپی گفتگید؟ اوف بچیم از عقب توپ دویده باز به درسایت بی‌پروایی نکنیم. احوال مرا بین. دوستم رو به زور کار میکنم. بیکار نمونم گفته تلخم میکفد. در وقتش کله را کار فرمانده نخواندیم. نتیجهش را دیده ایستادیم. دادا فوتبال هم کسب است. ایستو از دیگرها فرق کنیم. انا بعد میبینی در دسته ملی بازی میکنن. دسته ملی کجا و ما کجا بچه؟ راست. این احوال رو بین. مراد درست میگوید. ما از اول همه رو از دست دادیم. شیرینکانم خواب کردن دخترم؟ حاضر خواب کردن. پدرت آمد؟ اومد است. در روز کشیده خواب است. خواب کند. از سحر یک چند کار دارم. آب را قاق نکرده پلش رو سپارم گویم. کلیدی ایلوواگی آب در من است. در دکان شاگردها را مانده میبیام. تو خواطر نشو. مایلش خولای حسنیه. اوی تو گریه کردی؟ از روزی به دنیا اومدم این باری زندگی بر دوشم است. ای کلاورم، من به تو چند بار گفتم کار این طور نمی شود. یا پدرت را خانه دار میکنی یا کودکان را تنها نگاه میکنی. خالای حسنیه، غمی مادر کم بود که باز غمی پدر زم شد. این طور نگوی، همه یک خیل نیست. نمی شود. چند بار گویم کودکان را به خانه اینترنت بده. تو نگاه و بین کردن نمیتوانی، دولت میتواند. نمیتوانم خالای حسنیه، نمی شود. با این حال چیکار میکنی؟ چیکار کنم؟ تقدیرم همین بوده است. تو گفته های مرا باری دیگر فکر کن. سرسختی نکن. شبی خوش. به شما هم. میدونم دیر موندیم. این خیلی نگاه نکن. حاضر آیشه خواهرکم، یک ساعت پس خالای حسنیه میوید. تو خوب کن. نخیز مایلش جونم. مایلش اپدوش مولا من خواب میکنم. چی؟ هیچ چیز. احوالم خنده آور است؟ نه، برای چی باشد؟ یعنی خنده آور نیست؟
با من یگون گفتنیه داری؟ نه تو مکتب رویم. من با درس اول در آمدن نمیتوانم. با پدرم خوراک بردن لازم. مایلش. میبخشید یک دقیقه. پدرم را جیغ نمیزنید؟ خوب شده است. استاد شما را میپرسم. مونده نباشید. پدر اوش شود. خدا بر تو هم ذهن و ذکاوت دهد بچه. مراد اینجا بیا. چی میخواهی؟ سورپریز. بین در این کاغذ چی نوشتگی؟ محترم آدم چلیک، برای خدمت‌هایت تشکری زیاد. به سهم شما میرسانیم که شرطنامه کاری ما قطع کرده شد. این پدرم را میکشد. بسیار زیغ شدم. لیکن حیات چی کار هم میکنی؟ پدرت امروز از کار پیش کرده میشود. کارهای ما نه از نیست. 20 نفر رو از کار پیش میکنیم. پدری تو رو نیست. برای پدرم فلاکت است. اصلا این فلاکت رو تو پیشگیری کرده میتوانی. چی خیر؟ پدری تو رو از روی خط برآورده روی خط رو در آنده میپرتایم. میشود؟ میتوانی؟ میتوانم، لیکن یک شرط هم هست. چه خیل شرط؟ بازی رو میفروشی، به دروازه‌تون گل سر بدی یا اینکه گل ها؟ هیچ گاه این کارو کرده نمیتوانم. نباشد مکتوب رو میدی هم پدرت جلو پوستکش رو آیسته آیسته جمع کند. مایلش قبول. با پدرم نرس. درون اون مکتوب رو. مایلش تمام، لیکن به تو باور ندارم. با سخنهای دیگران باور کرده شاید از گپت گردی. برای مکتوب رو دراندن از تو کفالت گرفتن لازم. کفالت؟ چی خیل کفالت؟ برای پدرت میکنی. پدرت بیکار ماند دلکف میشود، خدا نشان ندهد. تا فرزند خوب هستی، فداکاری میکنی. کنی اینها رو پوش برای پدرت. از روزی اول اینجا رو با مکانی مسکینان تبدیل داده؟ کنی بس این خانهایتان داره؟ تیز! چی با من نگاه میکنی؟ معلم تیلا ندیه دوزی میروی. باز گپ نگردانده؟ کنی تیلاق. نجمیه خانم تو هم این کارا به این روز گذاشتی. کنی تیز تازه کن. تازه کرده استادم. عصبی نشوید شما. این چی کاری کرده که تو آن نگرفتم تا پای افزالم رو؟ تازه اش میکنی دخترم. ناخواست شد. بزگرد میزنده؟ ها؟ چرا دقت نمیکنی خاله نجمی؟ همه کارت هم میخیل شپر شپر. خفه نشو دختر جانم، میبخشی. رفتیم دستیم تازه میکنیم.
шуд кифоя. ба ман де. ба ман де. ба ман де мегӯям. وای 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 تو باز عاشق هستی؟ نغز کانی رقمی آن دختر رو گرفته دعوتش کن. هیچگاه بازی نکرده ایستادم احمق. گفته هایم رو اجرا میکنی. نباشد حیات پدرت میسوزد. мурод ин чӣ аҳвол аст? аз мо чӣ мехоҳӣ? чаро ин корро мекунӣ? бо ман гап намезадӣ ку? ин кора чӣ маънӣ дорад? ту чӣ мехоҳӣ? чаро механдӣ? чаро механдӣ? ту гапро намефаҳмӣ? чӣ механдӣ? мурод! мурод исто! мурод ист! мурод исто охир! аз ин зиндагӣ дида мурданам беҳтар. ин разил чаро ин корро кард? мурод чаро иҷозат додӣ? падарамро аз кор гирифта нест. ин худашро кӣ меҳисобад? ин қадар одами разил аз мо чӣ мехоҳад? мехоҳад ки бозиро фурӯшам. чӣ? чизеро ки шунидӣ. биё худатро ба даст гир. бозичаи дасти вай нашав. бозиро ҳам нафурӯш. ҳозир ба мактаб меравем. рафтем. ба шумо як сюрприз дорам. ба ин нигоҳ кунед. вау ака муродро боб кардӣ ку? дар ҳақиқат бало будаи ту. агар баъд аз ин гуфтаҳоямро ба иҷро наорад ҳадафаш наргиз мешавад. аслан аксҳои ӯро мегирам, дар шакл мегирам ки ба ақли ҳеҷ кас рост намегирад. аз дасти ту меояд. ин бачаҳо байни худамон ба ҳеҷ кас нагӯед. хуб шудааст. баъд мебинед. майл аст дӯстон. надорам. ҳеҷ гап не. барои ман ҳаловатбахш буд. ба ин нигар. аз ин дида моделҳои наваш беҳтар. ман ҳам ба наздикӣ мегирам. шуморо ба саёҳат мебарам агар хоҳед. ба муаллима ришва таклиф мекунӣ? бубахшед муаллима, бовар кунед мисли талабаед. ман ҳам шуморо талаба гумон кардам. бовар кунед. бародар, ба худ биё. бо зеботарин духтари мактабамон шинос шудӣ. даматагир аҳмақ шудем. қариб буд ки гап партоям, лекин аз ин зебосанам. беҳуда ҳавас нахӯр, ин зебосанам ба ту намерасад. бегоҳ ба клуби рок меравем. як гурӯҳи нав меомадааст. биё монамон гурӯҳи наватро чӣ мефаҳмӣ аз амон тарақтуруб? меравем камтар дами беғам мезанем. хайр, майла. ана ин гапи дигар. ин чӣ бало? аз ҷанг омаде чӣ? ҳеҷ гап нест. ай наргиз, чӣ хел ҳеҷ гап нест? муродро бин курташ ҷинҷу винҷ, галстукаш кушода. ба наҷвия хонум диҳед, дарзмол кунад. муаллими камол онҳое ки либосҳояш дарзмол нашудааст ҷанг мекунад. фанатики дарзмол аст. дарзмол? дарзмол? худоё, дарзмолро аз бар ҷудо накарда будам.
چی گپ شد؟ تنجی است؟ تنجی های ایستا یک دقیقه. خدا جان چیکار کنم؟ این رو میکوبی؟ ها همین رو. 20. خواهرم در آنجا. اینجا باش. وای بچم چی شد؟ وای آتش خاموش کنن کارا خواهرم در آنجا. خدا جان جانکم تو ناز هستی؟ خاطر نشو، خانه دالود بود. همش خوب میشود. اگر یکم فلاکت میشد من چی کار میکردم؟ شادی کن که با او هیچ چیز نشده است. دود کمتر شد، تریزه رو باز کردن لازم. وای بچم تو کیستی؟ من معلمم. با تو یک چیز میگویم، همین خیل کودک باز یک تای دیگر هست. پدرشان می زده میباشد. همین قدر میگویم که اینها را دولت نگاه و بین کند. این دختر راضی نمیشود. خیر تو که معلم باشی او یگان مصلحتی دیگر ده؟ تشکر به شما. اگر شما نمی بودید هیچ گپ نی. اکاجو التماس آنها رو سرده. اکاجو ما رو جدا کنند. اکاجو آنها رو سرده. آنها رو سرده. اینجا بیا. التماس اکاجو آنها رو سرده. اکاجو آنها رو سرده. التماس میبخشید شما رو هم از کار مانندیم. نه هیچ گپ نی. دخترم این معلم تو نمیدونی؟ ای وای عذر، شما این معلمی نه؟ بله منم. بیایید رفتیم، از روز اول دیر نمانیم. خوابگاه است. از شما یک خواهش داشتم. از حجره 24 جزدان و لباسهای مرا به مکتبی که کار میکنم لطفاً فرستید. بله سراغه را میگویم. موفق باشید. خیر معلم. سلام. کابینت دیرکتور است. حمالهای انگشکش از کی باز گلستوک میاندازند؟ من علی توغلو معلم نو ادبیات. همچون کاری علاوگی همش را انتخاب کردن از جانب علی در این زمان دیگر راه نیست. دیرکتور در اون طرف از کوتی بپرسید نشان میدهد. تشکر عرض میکنم. سلامت باشید. هیچ گپ نه. این بر این جوان شکمپوش را کمک کردن برای ما افتخار است. شغلی علاوگی تو باشد مسخره بازی. من چی گفتم که السلام علیکم. من علی توغلو معلم ادبیات. برای سر و لباسم بخشش به یک حادثه سوختار روبرو شدم.
سوختار از دیوار مکتب بیرون مسئله ما نیست و نباید باشد. یک آتش خردی نظرناگیر شاید روز علنگه گرفته همه را سوزاند. خب وقتی سخنبازی نیست گفتنی هایم را با شما گویم و شما به درس روید. مکتبمان مشکلی های زیادی دارد. جناب علی، از خودتا قهرمان نتراشید. مشکلی ها را دوباره زیاد نکنید و وظیفه آموزگاری خود را اجرا کنید و از شما خواهش میکنم که به من دوباره یگان مشکلات ایجاد نکنید. اندیشه نکنید. مسئولیت وظیفه‌ام را من البته خوب میدونم. شاید، لیکن با این سر لباس به درس در آمدن نمیتوانید. علاج دیگر ندارم. تا آمدن لباس هایم همین طور به درس در آمدن میگیرم. با اجازت شما. بچه تیاری بیدید. بیاد تست تیاری بیدید. بیاد یک دانه گل دانه اناری میده دانه 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 اناری میده. چرا ایستادی؟ بسیار نقص بود. آدمی عجیب بود. اینه بینید. خدایا توبه. چی می نویسه؟ رفیقان، از بین شما کسی شیرین را دوست می‌دارد؟ من معلم ادبیاتم. نام و نسبم و رقم تلفن در اینجا نوشته شده است. استاد تلفظش هم مثل نوشته‌اش است؟ بله همین طور. استاد رقم تلفنت رو بیهوده نوشتی. صنف ما اونقدر خوب نیست ده. هر کی شیرین را دوست می‌دارد مرا تقسیم کنید. تقسیم چی شدی که ها؟ بیا. چرا دوتو میگیری؟ کارا چی؟ چقدر خواه میگیرم. چخل کن من چی؟ رادم تگیر. ای بچه دختر به این هم ورزشگر است البته میدوه. میکشم تو رو میفهمی میکشم. رفیقان آرام شوید. خواهش میکنم در جای هایتان شینید. ای لیلو شیرینی خورده شیرین گپ زنیم لذت دهانمان بیرون نمی شود. هیچ گپ نیه. فکر نکنم که درباره خود گپ زدن آدابی خوب نیست. اگر درباره من یگان چیز دانستن خواهید پرسید. همینطور شناس می شویم. فوتبال بازی کرده میتوانید؟ یک وقت مربیگی کرده بودم. خوب معلم، موسیقی را چخل میدانید؟ کدام موسیقی را گوش میکنید؟ موسیقی را نغز میبینم. یک چند سبک دارم. وقت یابم موسیقی های نغز گوش میکنم. اوه استاد این سر و لباستون چی معنی دارد؟ یگان طرزی نو کشف کرده. همین خیل. معلم شما زن داره؟ حالا نه. معلم بله مچیله است. نه بها گذاشتن میگیرم. مشکلی بها نمیکنید با من. با من این تبسم احمقانش نفورید. خب کن احمق و زیر میشونم. اگر سوال ها نباشد بیایید شناس میشویم. اگر این رسم رو با اینترنت پهن کنم بهای از همه بلند میگیرد. اول باید دسترسی صاحبش گردد. معلم سلام. سلام. روز اولی کاری چخل بود؟ نغز بود. بسیار نغز گذاشت. ها خیلی خوب. معلم اگر وقتتون باشد یک جای تیاری دسته مکتب رو برای مسابقه تماشا میکردیم. تیاری فوتبال؟ بله. مکتب ما با یک کلش مسابقه دارد. بچه ها در هیجانند. در حجت هایتون مربی بودنم رو دیدید؟ ها برای تماشا می آید. مایلش لیکن بسیار نمیستم.
کارهایم بسیار، خانه کوفتنم در کار. خوب مایلش پس رفتیم. لبای؟ چی میگوید اما که جمال؟ تنجی؟ یگان خبری هست؟ ببخشید من باید یک جا روم. از آنجا برآمده در حال می آیم. ای با تو چی شد؟ چرا تو رو ببازی؟ نمی پرتوی مرده بر این ایستاده ای. پرتو حمایتگران جا با جا شود کنی. سر کرده مراد با این بازیش ما رو شرمنده میکنه. راست میگویی. مراد رو بستم، اکنون گل‌های زده‌مون رو حساب میکنیم. ای بچه من یک بار دسته ما غالی باید؟ جوره دسته شما کجا و غالبیت کجا؟ شما فقط مغلوبید. آها دختر شاه پری ها آمد کو؟ دختر شاه پری ها نه، دختر دیرکتوری مکتب. عجب آدمی بوده ای. نگفتم اون مناسبی تو نه. امروز مراد بسیار کرخت و این خیل نبود. اما وقت این خیل نباشد پس یگان سبب دارد. کنی سر کرده بفوی دلم. معلم معلم جون با شما چی شد؟ یک طرف استیسمون رسد. معلم خود رو بدست گیر. چی شد؟ یگان بار تا این درجه درد نکرده بود. علی جان، خوش آمدی علی جان پسرم. خوش باشید امکی جمال. باور کنید تمام شدن کارهایم را به ایست انتظار بودم. گذر پسرم گذر. از استانبول کی آمدی؟ 2 روز شد. امروز پیش شما آمدنی بودم، لیکن وقتی شما زنگ زدید زودتر آمدم. چرا فهمیدی امکی جمال؟ چگونه خبر؟ دیروز با یک رفیقم که سابق مدیر بود با خوردم و مسئله تو را گفتم. رحمت با او که از پسش شد. دادران علی جان در همه جا در استانبول بودند، لیکن به کدام عائله داده شدند حالا نمیدانم. یگانه آرزوی امیدم دیدار آنهاست. در یک شهریم ولی جداییم. نخود که یگانه مسئله این باشد. دیگر چی هم شده میتواند؟ حضرت یعقوب علیه السلام از فرزندش یوسف جدا ماند؟ بله جدا ماند. از اذیت‌های کشیده فرزندش با خبر بود؟ وی پیغمبر است، البته با خبر بود. خوش، چی کار میکرد؟ صبر کرده انتظاری میکشید. هم صبر هم جمال، یعنی صبری جمیل او را تا به کجا میرساند علی بچم؟ بچه ها افتاد هم در مصر به پادشاهی میرسد. تو از کافتن دست مکش، لیکن همین را فراموش نکن. من طلب
وجد وجد. کسی که طلب و جهد کند البته می‌یابد. انشالله امک جمال، انشالله. انشالله. Apa, ишаро табаш баланд. Омадам, ҳозир мебинам. Эх худо, ту дар обу оташ сӯхта истодаӣ. пул надорам. падарам нест. холаи ҳусния намешавад. аҳволаш бад. эх худо, чӣ кор кунам? وقتی از رفیقم یگان معلوماتی پره گرفتیم بعد کار را سر میکنیم. مایلش امک جمال، تشکر. علی جان در امان خدا باش. خداحافظ. لبای الو نرگیس، به این بیمار خوبتر نگاه کردن نکن. نمیگی دکتر ایرادو چی شد نرگس؟ خواهرم اماکی ملیک تبش بلند شد خاطر نشوید. پالات رو تیار کن. این دکتر رو میشناسی؟ بله، پدر جیرانی ما است. فهمیدم. وقتای اخیر به خواهرم اهمیت داده نتوانستم. برای همین کسل شد. گریه نکن. همش خوب می شود. انشالله صحت می شود. اخیر باید اهمیت می دادم. تو که وقت نداری من می دانم. لیکن پدرت چی کار می کند؟ من حیرانم. پدرم بیکار است. کارش فقط نوشیدن و در خانه خوب کردن است. دیگر هیچ کار نمی کند. فهما پدرت را تنجی؟ تنجی فهما میخوایی با پدرت صحبت کنم؟ فایده ندارد. از دو سر کاری خودش را میکند. هیچ گپ نه، یک بار صحبت میکنیم. لبای صورت ها رو گرفتی؟ نغز نگاه کن، به نزدیک آنها رو در اینترنت میبینیم. تو رقمی مرا از کجا یافتی؟ جوینده یا بانده است. خدا زنت. خواهرم چی حال دارد؟ خاطر نشو نرگیس، همش خوب است. بهترش به خانه رفته استراحت کنید. با او آرامی لازم است. خدا را شکر. ندارم. هیچ گپ نی. برای من افتخار است. به این نگاه. از این دیده مدل های نوش بهتر. تو را در بهترین چارچوب گرفتن در کار. دادا لبای موتور من رو یک مدل نوش برآمده است. عوض کنیم می شود؟ تو موتور ما رو به من جواب ده. چی شد؟ امروز به مکتب رفته بودی؟ رفتم. چی شد؟ شرم نداشته باز دروغ میگویی.
از مکتب زنگ زدن پولی مکتب رو نیز دست سپرده ای. کجا کردی اون پولها رو؟ کجا کردی؟ هیچ کجا نکردم دادا. سپردم. یگون خطا شدگیست. با من نگاه کن. چه خیلی خطا شدگیست؟ بازی راستش را گوی نباشد. چی کردم؟ میده میده بکنم. با مادرم لازم بوده است. از من پرسید من دادم. در این خانه نامی آن زنک را نمیگیری نگفته بودم. زیق نشوید پدر جان. اپم نرگیس و ایشه را با خود برد. شاید می شود نصیب باشد. شما رو پرستاری کردن نتوانستم. این خیلی نگوید. من شما را دوست می دارم. چه شد؟ احوالش چه خیلی است؟ بیا جانکم. خدا را شکر. چیزی مهمی نبوده است. شما؟ من معلم نرگیس. ببخشید معلم جان، شما را نیز تشویش دادیم. استغفرالله، من هیچ کاری نکردم. یک کمی صحبت میکردیم. به حوله برای معلم. اما که دکتر رو کال کرد. کال کرد. در کرد. هیچی دل نکرد. نبودن زنم را تماما محو کرد. بسیار جگرم سوخت. بسیار عذاب کشیدم. با 3 کودک تنها ماندم. از این درد خلاص نشدم. این بار رو کشیده نتوانستم. اکوی یشر، مشکلی ها آنقدر وزنی نیستن که ما از عهده‌اش نبراییم. اصلا برای هر یک درد دوایی هست. یعنی دوا از درد زیادتر است. راست میگوی معلم. به من روی آوردن از مشکلی ها گریختن تن و روزهای سخت را دراز میکند و روزهای نقص هیچگاه نمیرسی. اگر در پشتتان بار ایستادن گیره، زیر بار پخش میشوید. حیرانم که چیکار کنم. حیران نشوید یشرکه. کاری میکردگی شما آسان است. اول عقلتان را از بلای عرق نوشی خلاص کرده، بعد به یگان کاری آسان در آمده به فرزندانتون پدری کنید. آخر من پدری کرده نمیتوانم. میتوانید. چرا نمیتوانستید؟ آدم اگر خواهد چیکارها نمیکند. خدا 3 فرزند دوست یک داده است. از این زیاد دیگر چی لازم؟ نه میدونم، اما پدری کرده نتوانستم. از این پس میشود انشالله. یک جهد کنید، دوامش نقض میشود. خیر، به من اجازت. گفته هایم را یک فکر کنید یشرکه. از شناسایی با شما خوشحالم. من هم معلم، من هم. خدا حافظ. معلم، با شما گپ دارم. معلم، این خیلی نمی شود. چی نمی شود؟ خالای حسنیه راست می گوید. دادر و خواهرم را به تربیه مکتب اینترنت باید دهیم. باوری داری؟ بله معلم، قرارم قطعی است. پدرم پروایی ندارد. کودکان در عذابند. مایلش، من یک جای خوب میدونم. در آنجا برادرانت آسوده زندگی میکنند. منت دارم معلم. شما رو همین بگاه بسیار زحمت دادیم. هیچ گپ نیست، فقط که تو زیق نشو. شب خوش. شب خوش. نه همین قدر بد است. ای معلم، ما دسته فوتبال را با کی میسپاریم؟ با علی؟ شما چی ها میگویید؟ معلم، علی حالا جوان است. فوتبال رو چی میفهمد؟ کردگی؟ میلش، من یک فکر کنم. میلش خوب، ساعت شوید. میلش خبر میدی هم البته. چی شد پدر؟ ای نپرس. معلم جمیل بیمارخانه برای تشخیص رفته بود. دکتر گفته است که 1 هفته باید طبابت گیرد. مسابقه چی می شود؟ جمیل گفت که معلم علی این کار را کرده میتواند. از او یک خواهش کنید. حاضر رفته میپرسم. صبر کن. برای پرسیدم. صبر کن گفتم. سراسیمه نشو. چی خیلی سراسیمه پدر؟ جمیل اومده نمیتوانست است. بغیر از معلم علی کی رو میمونیم؟ چی از دیگر جو مربی میورید؟ در حال سراسیمه نشو.
از حاضر این آدم رو به همه کارمان شریک کنیم، انا بعد میبینید که به همه کارمان دخالت کردن میگیرد. بعد چی میشود؟ بسیار واهمه نکنید، من با او گپ میزنم. از یک رویش نماند این دختر. کجا شد این معلم جمیل؟ ندانم، هیچ گاه دیر نمیکرد. بینم از تو فایده نیست. بالویم باز استاد جمیل. رفیقان بینید کی می آید. معلم جمیل. معلم شاید خطا شده است. معلم جمال کجاست؟ بچه ها، معلمتان کمتر ناتاب شده است، آمده نمیتواند. و جای او من شما را به مسابقه تیار میکنم. همین خیلی گپ در کجا بوده است؟ ما تمام شدیم، تمام. درباره مربی بودنش گفته بود کو؟ گفته بود. بلا با پسش به من فر ندارد. همه روبرو نیم دوره شوید. اکنون به من نقص گوش کنید. بچه ها یگون وقت سهم تقدیر شنیده اید؟ معلم ما بر اینها به حصه و سند چیکار داریم؟ این دیگر سهم است. بینید کدامی از شما پیشتر میدونستیم که آینده یک جا میشویم؟ مثلا من نمیدونستم که با شما وام میخورم. این را چی فهمیم؟ همین خیلی که همه ما را یک نقشه دیگر، یک ذوق یک جای کرد. سرگذشتمان گوناگون است، لیکن به هر حال بازیگران یک دسته ایم. این را ما حکم تقدیر میگویم معلم. ما این را حکم تقدیر نه، سهم تقدیر میگوییم. یعنی یک قوه غیب است که همه ما را جمع ساخته است. معلم با بازی چه علاقه دارد؟ به اینجا آمدنمان در یک صنف، در یک جا ذوق الهی است، لیکن از این پس یگانگی و وحدت رو تشکیل کردن از اراده ما وابستگی دارد. با فکر مربی فیلسوف بوده است. نه اینطور نه. چگونه معلم؟ یک با یک چند می شود؟ فلسفه، ماتماتیکا. کی نوبت فوتبال می شود معلم؟ سوال آسان است. یک با یک چند می شود؟ 2. اگر ما یک را پهلوی یک گذاریم 11 نمی شود مگر؟ نفهمیدم. 1 1 باز 1. اکنون چند شد؟ باز یک تای دیگر 1500. آفرین. 1 1 1 1. 11 تا 1 چند می شود؟ معلم ماتماتیکای ما اونقدر نقص نیست. انا وحدت و برابری همین است. تقدیر شما را یک جای کرد. اکنون شما باید یکدیگر را نقص قبول کرده دعا کنید. انا این را قوه اراده میگویند. منطق زور کو؟ بیایید در این برابری به همان کدام کاری که رسد از همان شروع کنیم. یک دقیقه کم بی غیرت کن مراد. دیگر نمیتوانم، از دست همین قدر میآید. نمیتوانم نه، نکرده ایستاده ای. میدونم لیکن نمیتوانم.
نه مراد، از دستت می آمدگی را کن. تو اینجا چقدر که برای خودت باشی برای رفیقانت هم هستی. 11 تا. میدونم معلم، لیکن چیزی رو نمیدونی. اگر تنها خودت رو فکر کنی 10 یکی دیگر رو پس میزنی. فهمیدی؟ لیکن معلم، من گفتگیم رو گفتم. یا یکی از یکی میشوی که قیمت میلیون ها رو پس نمیزنی، یا یکی عادی میشوی، یا اینکه قهرمان میشم. میدونم. بچه ها مرز به آخر رسید. نرگس، برای دادار خواهر جای خوب یافتم. نه خود همین طور. تو این رو نخواسته بودی؟ خواسته بودم معلم. به من اهمیت ندهید. من کمتر به فکر فرو رفتم. البته میبریم. بگذار آنها آسوده شوند. من باید رفته جزدانم رو بیارم. محبت زیاد تز فراق میارد میگویند. تو چی دیوانه ای مگر؟ درست یافتی. گوش کن، از روی شنیدم مرا فریب کرده. با گپی معلم داده شده بازی رو میبریم گفته ای؟ دروغ است. گفتم که بازی رو میفروشم. انا میخیل، لیکن فکری فریب کردن رو باز نکنی. مانده نباشید. اعلان رو دیدم برای به زنگ تلفن ها جواب دادن آدم در کار بوده است. مرحمت به درون دارید. یاشار؟ با چشمانم باور نمیکنم. اکرم، تو در همینجا کار میکنی؟ ها، همینجا کار میکنم. بله، از گاهی که یک جای کار میکردیم مفلس شد. من به اینجا گذاشتم. تو در کجایی؟ تو این وقت چکار میکردی؟ اکا بعد گپ میزنیم. اول درباره کار گپ زنیم، برای تلفن ها را جواب دادن. برادر، تو راننده کسبی هستی. چی خیل تلفن؟ بعد از حادثه های از سرم گذشته توبه کردم. دیگر سری چنبرک ماشین نمیشینم. نباشد بیا رئیس که همینجاست گپ زنیم. گپ نمیزنم گفته بودی و با پای خودت آمدی؟ به خاطر مراد آمدم. او را به حالش گذار. بسیار دوستش میداری. کاری تو نباشد. یا اینکه عشق مراد به جواب ماند. چی؟ کدام عشق؟ البته تو از مکتوب عاشقانه او خبر نداری. همین خیل نه؟ برای مرا عذاب دادن دروغ میگویی؟ دروغ نه، راست. البته خبر نداری. این گپ ها رو مانو، آن صورت ها رو دوزه کن. مراد رو به حالش گذار. این مسابقه برای او بسیار ضرور است. میفهمی؟ مراد رو به حالش میگذارم، لیکن قیمتش رو تو میپردازی. میشود؟ کدام قیمت؟ بر جای عکس مراد، عکس تو رو چون عکس زنانی در مجله های فحش بوده میگیرم. تو در حقیقت رذیل بوده ای. یگانه راه نجاتی او همین است. عکس تو رو چون عکس زنانی در مجله های فحش بوده میگیرم. یگانه راه نجاتی او همین است.
ҷудоӣ аз додару хоҳар бас набуд ки боз ин барқ ба сарамон бало шуд. Исте ман ҳам кӯдакҳоро бӯса кунам. бинеда ба ҳусния холат занг занеда Varo dandona verildi. اینش بهتر شد دخترم. پروا نکن، خدا نگاه میکند. مژدگانی ده دخترم، کار یافتم. نرگس دخترم چی شد؟ بین کار یافتم، پیش پرداخت گرفتم، با کودکان لباس گرفتم. دیر موندی دادا، دیر موندی. چه دیر کردم؟ چی شد؟ دادر و خواهرم را روان کردم. دخترم چون میگویی؟ با کجا روان کردی؟ نگاه بین کردن نتوانستیم، کار و بار نداشتیم. من از اودهشان نمیبر آمدم. از معلم علی خواهش کردم، به یک جایی باوری آنها را روان کردم. این چه کاری کرده دخترم؟ چی کار کردی؟ چی هم میکردم؟ چی کار کردم میتوانستم؟ نرگس از معلم علی خواهش کن و کودکا را برگرداند. دخترم من اکنون حیاتم را تغییر میدیم، به تو وعده میدیم همه‌تون را پرستاری میکنم، دیگر از شراب خبیث دست میکشم. دادا در حقیقت همه گفته هایت را میکنی؟ صبح بخیر. صبح بخیر. تیار هستی؟ کمی دیر میمونم. تو رو دسته را منتظر نکنم. خوب نباشد تو سرشبی رسیده بیا. پروا نکن، در وقتش میرسم. دیروز به من زنگ زده بودی، از بس که تلفنم پول نداشت من نتوانستم زنگ زنم. یکم کاری مهم بود. نه هم تو زنگ زده بودم. بعدی بازی و میخوریم. تا بازدید، خدا نگهبان. این کردگی هات بس نبود که باز کشتنی مرا. قاتل نیستم، پروا نکن، لیکن محقق صنعتکارم. همین رو هم کردی ها؟ به خدا پیش از بازی میدان رو با اینها آرایش دادن نقض بود و امروز وقتی بازی این رو فراموش نساز.
لبای نرگس گوش میکنم. معلم التماس مرا جنگ نکنید. میفهمید من میخوام داده رو خواهرم رو برگردونم، یعنی به جایی که داده باشه تیز رفته بیاریم. یا دیر شد. خوب آرام شو. در کجایی نرگس؟ انتظار شو، حاضر میآیم. خاموش. بر وقت آمدید. انتظار نبودم. دارید. زیک نشو خواهر جون، پگاه میآید. معلمانان رفتن، بچه کم نمیآیند. این خیلی نگه، اپا ما رو تنها نمیگذارد. آیشه، محمد انا دیدی آمد. اپا جانی من. اپا جان ما رو به خونه بر. مایلش میرویم. میرویم. حاضر میرویم. بسیار می‌ندارم امکی جمال. این طور نگو پسرم. این در همیشه برایت گشاده است. خدایا شمایید؟ چی؟ مگر شما با هم شناس هستید؟ با سوالهایتان بعدا جواب دهم میشود معلمان؟ دیر کرده ایستادیم. امروز روزی وزنین بود. مایلش میشود. همیشه ظفرمند باشید. تشکر. خوش باشید. از در یتیم خانه بودنش به سر خواندم. باوریم نمی آید. این همان علیه که بسیار تعریفش میکردید. انشالله کودکان را میگیرم. انشالله. اگر یک بار دیگر عرق مینوشی و کودکان به اهمیتی میکنی، این دفعه به مقابلت من میبرایم. توبه کردم پیوستیم دیگر هیچگاه. اوی آمدن. وای جانی خالایه. ای خاله مرد برای شمانه. وای من یاد کردم شمانه. مستقرکوی منه. گرفتت با من. گرفتم. انا حاضر. انا تشکر دخترم. نرگس من با ورزشگاه باید روم. بچه ها انتظارن. من هم نیم ساعت پس میویم معلم. خب آنجا با میخوریم. شیرینکوی من، حسلکوی من. بگاه خانه بیایید، چگلدک میپزیم. خوب میویم خالای حسنیه. خوب بچه ها کارو چطور؟ نقص خوب. برای یکدیگر دعا کردید؟ بله معلم. به چه نتیجه آمدید؟ قوه کمک رسانی رو فهمیدیم. این طرف باشد بازی رو ما میبریم. این طرفش سهم تقدیر است. با تقدیر تن میدهیم. به همتون تشکر عرض میکنم. برد ما از همدیگر وابسته است. باقی از مهنت شما. خوب مرحمت با میدان.
خوش آمده جنابان، مرحمت کنید. مرحمت. معلم اینها کیان؟ راهبران کلوب نورسان بازیگر انتخاب میکنند. خصوصا مراد را میبینند چون که به دروازه‌بان احتیاج دارند. اینطور باشد این لحظه مهم است در حیات مراد. خودش این نبینه این بازی رو ببین، این چه خیلی بازی. علی گفتی، من نگفتم سراسی من نشو. عاقبتش را بین. در نظر راهبران شرمنده شدیم. پدر این اولی بازی چکل آغاز شود همه خیلی انجام میابد. چی شد؟ چی کرد؟ دروازه‌بان نمیتواند برار دو را. اگر عوض کنیم بچه رو از دست میدیم. بازی رو از دست میدیم. بازی را من با تو گپ دارم. چی شد؟ عقل به سرت زد؟ برق تو وجدان نداری. بس کن این کارت رو. مکتب شما غالب نشود قیامت میشود مگر؟ مال مراد چه خیلی که میخواد همون خیل بازی کند. میمونم لیکن شرطم رو میدونی. من همه خواهشات رو اجرا میکنم لیکن تو هم گفته هایم رو اجرا میکنی. حیوانی رزیل. آرام شو لطفاً. مایلش قبول. لیکن من هم یک شرط دارم. چی بوده است؟ حاضر رفته به مراد میگویی که چه خیلی که خواهد همون خیل بازی کند. خوب میگوییم. برای چی بازی رو میفروشی ها؟ تو دیوانه شدی مراد. چی میخوای فرصت رو از دست دیم؟ ای وای دیوانه شدم آخر. دیوانه این چی خیل بازی؟ همش از تو بس است. ربه بس کفایه بچه ها بغیر از مراد همه بیرون برایید. خیلی بازی مراد تو ورزشگری خوبی هستی. بگو آخر با تو چه شد؟ گپ زن. اگر همین طور دوام دهی خودت آبروی 10 کس را میریزانی.
و سببگار فقط تو میشوی، فقط تو. آخر گپ زن، چی سبب شد؟ کیستم؟ برق. بگو در کجاست؟ بچه رئیسی پدرم از من فروختن این بازی رو طلب کرده. پدرت را از کار پیش میکنم کو. باز مرا صورت هم گرفت. بچه؟ بعد آن صورتهای بد را پرترید کرد. اگر بازی را نفروشم همه جان را میآویزم. حتی حاضر همینجا مرا نظارت میکرد. از روی گفتت در تریبون هست. او را پیدا نکردم. تو اینجا انتظار شو. فریاد که کردم با حجره لباسی واسکونی میایی. مایلش. بازی را باخته ایستادم. باز چی میخوایی؟ هیچ چیز. باوری حاصل کنم گفتم. تا آخر بازی هر دو چشمم بالای توست. اگر یگان خطا کنی تو رو هم میسوزانم، پدرت رو هم و هم دختر دوست داشته‌ات را. دختر جان با کجا می روی؟ کور دارم. گوش کن. نه چی سیره داره؟ کنی سیرت را با نجمی خالا گوی؟ نرگس کجا شد؟ کورتر اونیس لطفاً. خود رو به دست گیر. معلم نرگس نیست. معلم میترسم که برق به او ضرر نرسانه. معلم التماس او را یابید. آرام شو. با هشتکی داور بازی رو دلیرانه شروع کنید. تا میتوانی توپ رو ماهرانه بگیر. فکرت رو جمع کن. من نرگس رو میابم. نجمه خانم، نرگس رو ندیدید شما؟ دیدم چی خیلی نبینم. بیچاره گریه کرده رفت. چندی دیگر انتظاری کشم. میکشی یا نمیکشی لباس؟ مور تو ابله مور متهم. نرگس با تو چی شد؟ چیز نیم معلم. دختر جانم در را پوشید و غمت داده؟ نه نجمیه خاله. آرام شو. بیا به ورزشگاه میرویم. بچه ها غیرت کنید. گل.
مخصوص هفتی. نگاه کن پسر من. بازی شکل دیگر گرفته؟ من روزهای نزدیک مراد را دیدن میخواهم. البته من میفرستم، شما تشویش نشوید. سلامت باشید. بچه جان نقص بازیدی. آفرین شیری و چشم. پدر یک چند میشود؟ 2 میشود پسرم؟ ندانستی دادا 11 میشود. خیلی 11 در خانه میفهمونم. ای خدا جانی و چه خیلی بازیدم. اینجا آخیلاس بگر یا پدرت را نمیبینی؟ خیریت خانه آمدنم رو فهمیدی ها؟ اصلا در خانه بودنم رو نمیفهمیدی؟ این خیلی تنامیز گپ نزن، نباشد حاضی زیر پایم میکنمت. تو را به همان ناز نعمت دنیا تامین کردم. کرنمک تو هم مثل بادرت کرنمکی. به مادرم نرس، او از دستی تو رفت از این خانه. چرا از پشت من رفته بوده است؟ چون که حیات تو هم از پول و مال عبارت است. از آدم غریب برآمده ای، با تو گپ زدن نمیخواهم دیگر. زبانت را میکنم. پولم نباشد با تاتسیکل هم سوار شده نمیتوانی، در کالج هم خوانده نمیتوانی، از گرسنگی میموری. بسیار خوب، مونت مورم. دیگر هیچ چیزت را نمیخواهم. او چه مانند 2 روز پس خر بریم باز میگردی. اوچه در خانه‌ات برای من جای هست؟ این خانه ای تو. بیا خانه درو. شنید باشو، یعنی به خوشحالی همان خوشحالی زم شد. شناس شوید گروه خوابالودان. بخشش درس را بیان کردم، بس این شما طلبه نو آمد. شناس میکنم. برگ تیمور آغلو. اوما